لفظ مسلم عام کسی برسه بنمیاد بگن لفظ اون که یا لفظ در هر گروه استفاده برده میشود. او کدام لفظ مثلا اگر در بین مردم در بین برای اسلام برای ایمان باشه میگویم یک گروه یک انسان هم مسلمان گفته میشود هم کافر. دو همه یک انسان مسلمان واقعی گفته میشود که هم مؤمن هم مسلمان. این همین کافری که عملهای اسلامی دارن میگن که کافر به اعتبار چه مسلمه به اعتبار عملهای ظاهریش، نه که مسلمی چیه مسلمی به اعتبار عمل ظاهریش مسلمه. این صفت عقیده کرده است به اعتبار عمل ظاهریش در همون صفات در همون عملهای اسلامی تسلیم شده که به این خاطر مسلم گفته میشه و به اعتبار عملهای کافریش کافر گفته میشه به خاطر که این مؤمن است در اصل کافر اوخی مؤمن است این کافره این مؤمن گفته نمیشه مسلمان گفته میشه به اعتبار عمل ظاهریش مؤمن گفته نمیشه. به خاطر این خیلی باید همین تقسیمات متوجه شیم در تفسیر ببینیم و خوب متوجه شید و خوب فکر کرده خوب نظر کرده بخونین ان شاء الله همش میفهمین. بعد میفهمید که ایمان عام است چه اسلام عام است ایمان خاص بوده است. ایمان که وقتی اسلام عام شد در هر کس مسلمان گفته میشه هم کافر هم مسلمان. مسلمانی که واقعی باشه هم مسلمان هم مؤمن نه کافر هم مسلمان گفته میشه به اعتبار عمل ظاهریش وقتی عمل اسلامی داشته باشه میگن اون مسلمان است به اعتبار عمل ظاهریش نه که عملات کفر هم داره کافره در حقیقت او کافر این عملات فایدهش نداره این نماز روزه یا فایده نداره در این دنیا این صفات میگیره خدمت نه مسلمان ظاهریش میگوی به اعتبار عمل ظاهریش ظاهری اسلامیش و به اعتبار او کافره او یک کافر مرد قطعا کافر میره دوزخ او عملات هیچ فایدهش نیست بکنه ان شاء الله فهمیده باشین. و همین اعرابی که در آیت ذکر شده هستند اینها را ابن جوزی در تفسیرش به اعتبار کفر قلبیشان کافر میگوید. چنانچه از تفسیر ابن جوزی بیان میکنیم